بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، دوام میدیم درس پیشتره عقیده رو. خیلی که گفته گذاشتیم. ما درس گذشته کمی درباره روح و محتوای روح و چگونگی آن و اینچنین درباره غیب بودن برای عقل انسانیت و هنوز درک کردن نتوانستن روح و درباره سوال و جواب قبر و زندگی در عالم برزخ کمی صحبت کردیم و گفتیم این موضوع رو الله نصیب کرده باشد باز دوام میدیم، برای اینکه موضوع کلان بود. درباره عذاب قبر خواهران عزیز، درباره عذاب قبر و درباره یا فتنه قبر، انسان های هستند که میگوید عذاب قبر وجود دارد، ولی شما وقتی رفته مثلا ما قبر رو میشکافیم، در اونجا هیچ چیز نمیبینیم، خل میشود، یعنی به چشممون نمیبینیم. یا میگید مرده صدای بلند میکند، فریاد میزند از عذاب، چرا کسی نمیشنود؟ یعنی اما همگان میدونیم که مسئله های در شریعت اسلام مسئله های غیب است. آره، مانند چی هست؟ مانند این که مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی کودک در شکم مادر 4 ماه شد، فرشته به نزد کودک می آید و می نویسد چرا رزق او را، عمر او را و او چیکار میکند، خوشبخت می شود یا بدبخت می شود. یا اینکه فرشته هست که همیشه همراه کودک در شکم مادر است. او به پروردگار میگوید که پروردگار الان در حالت نطفه هست، الان در حالت گوشت پاره هست، الان در حالت استخوان شدن است، الان دیگر 4 ماه شد. و همه میدونیم که در شکم مادر هم فرشته رو دیده نمی شود. یعنی مسئله عذاب قبر، مسئله سوال و جواب منکر و نکیر، اینها مسئله هایی هستند که ما با عقلمون درک کرده نمی توانیم. مسئله هایی چی هست؟ مسئله های غیب است. چگونه که ما عادی ترین چیزهای در دنیا رو، مثلا بودن اینترنت رو، هرچی میکنم، مثلا من شخصا درباره همین اینترنت کلا به عقلم جا شود پیدا کرده نمیتوانم. یا مثلا پیدا شدن قوه برق از شمال رو، یعنی چیزهای در دنیا هم هست که بعضی عقل ها، نه همه، بعضی عقل ها درک کرده نمیتوانند کجا رسد به عالم غیب. برای همین درباره در قبر چی میگذرد، چرا ما نمیبینیم، یقین دانسته باشیم که آن عالم برای ما عالم غیب است. ما با عقلمون آن چیز را یا با چشم سرمون دیده و درک کرده نمیتوانیم. و برای این کفت و کب هم یا رفته من قبر رو میکوبم و برای شما اثبات میکنم نمیشه، چون مسئله چی گفته؟ مسئله های غیب میباشد. و درباره روح خواهران عزیز گفته گذاشتیم که در مسئله روح از مسئله های غیبی دیگر هست و روح انسان از وقتی که کودک در شکم مادر 4 ماه می شود به کودک داخل می شود. آره، همین که روح به جسم کودک داخل شد، مادر دیگر حرکت یا جنبیدن کودک رو درک می کند تا به دنیا آمدنش. و وقتی که انسان در دنیا هست، روح همراه او هست و وقتی خواب میکند یک مقدار از او بیرون میشود. برای همین خواب را چی میگویند؟ از برادر مرگ است، که در وقت خواب روح از ما خارج میشود اما پره خارج نمیشود. برای همین ما زنده هستیم اما مقدار از ما دور میشود. و این چونین در عالم برزخ روح همراه بدن ما هست، اما همانگونه که در دنیا هست این گونه نیست. در عالم برزخ، اساسا عالم برزخ خواهران عزیز، حیات روح هست و بدن همراه او هست. اگر در دنیا اساسا ما با بدن زندگی میکنیم و روح همراه ما باشد و آخران جا روح همراه ما میشود کلا با بدن ما در روز قیامت. یعنی از وقتی که کودک در شکم مادر 4 ماه شد، الله اگر اجازه دهد روح دیگر به اون داخل می شود و از آن وقت تا روز قیامت و پس از آن هم همراه جسم می ماند. اما حالت هایی هست که یک مقدار از جسم دور می شود یا جسم از روح دور می شود. و درباره عذاب قبر که دربارهش حدیث صحیح هست و درس دیگر گذشته ما گفته بودیم و تمام اهل سنت و جماعت اتفاق هستند، عذاب قبر برای مایان ما هم با بدن خود هم با روح خود آن عذاب را میکشیم.
یعنی عذاب قبر هم برای روح است و هم برای بدن هست و آن هم چون عالم غیب است ما آن را درک کرده نمیتوانیم. و همین را بدانیم که در مسئله روح و خود آدمیزاد خواهران عزیز ما سه دنیا داریم. آره، دنیایی که الان زندگی میکنیم و عالم برزخ و این چونین آخرت. عجیبش این است که کوتاه‌ترین دنیای ما یا کوتاه‌ترین سفر ما در تمام حیاتی که از اول تا به آخر داریم در همین دنیا هست که با همین مدتی کوتاه الله از ما میخواهد یا انسان‌های صالح باشیم یا انسان‌های بد بودنمان را برای ما تا حد اختیار داده است و در همین دنیا هر کاری که کردیم دیگر سزای آن در برزخ و در روز قیامت است. یعنی در دنیای دیگری که سال وی خیلی دراز است، مدتش خیلی طولانی هست و چه خیلی گفتیم 1000 و 2000 و 3000 سال است. مشکلی این است که درباره آبادی همین دنیایمان که ما نه همه 70 سال عمر میبینن، نه همه 50 سال عمر میبینن، زیادی هم هستن که خیلی عمری کوتاه‌تر میبینن. ما درباره آبادی همین دنیایمان زیاد فکر میکنیم، یعنی زیاد دوامون هم فکر زیادمون هم غمهایمون هم پریشانیهایمون هم برای همین دنیای چند روزه هست. اما اون دنیای برزخی که شاید 1000 و 2000 و 3000 و 10000 شاید دوام دهد و ما در آنجا هستیم، زنده‌ایم و پس از این آخرتی که دیگر آخر ندارد، ابد هست، درباره آن فکر کردنمون یا درباره آبادی آن فکر کردنمون کم است. برای همین چی است؟ یعنی انسان از همین جهت خیلی ضعیف است، خیلی ناسپاس است، خیلی ظالمون علی نفسه است، برای نفس خود ظلم میکند. یعنی مثلا به یک نفر 1 ساعت دادید و فقط فکرش در 1 ساعتش نمیشود و پس از این چی کار میکند؟ آنها رو فکر میکند. ما بر علا مؤمنین کافران رو که به آخرت هم امید ندارن، باور هم ندارن، به روز قیامت هم، به عالم برزخ و عذاب قبر هم آنها رو ماند. ما خود مؤمنانه که یقین میدانیم که پس از مرگ زندگی هست و آن زندگی به همین عملهای دنیای ما رابطه دارد، پس از آن هم باز قیامت هست و مدت آن تمام نشدنی است یا گفتیم حیات در آخرت به آخر نمی رسد، اون رو فراموش میکنیم و به خاطر همین دنیای 2 روزه 2-3 روزه که هستیم و خیلی زود می رویم اینقدر غم میخوریم. چه خیلی گفتم نقشه هایمون برای فقط همین دنیا هست، فکر و غممون هست. کم هستن آنهایی که به یاد آخرت باشن یا عمل رو بگویند بکنن به خاطر اینکه الله در عالم برزخ دست مرا بگیرد یا در قیامت. پس در این 3 مرحله زندگی میکنیم که کوتاه‌ترینش همین حیات امروزه من و شما می باشد. و درباره قبر چه خیلی گفتم مسئله غیب است و عجیبش این است که خواهران عزیز 2 نفر را وقت در یک جا میگرانید، شاید یکی از اهل جنت باشد و قبر او باغ از باغ‌های جنت باشد، دیگری از اهل دوزخ و قبر او چقوری از چقوری‌های جهنم. اینش یا یکی به دیگری ضرر نمیرساند. یعنی این گونه یک عالم غیبیات است، یک چیز عجیبه در قدرت الله هست که یک کافر و یک مسلمان یکی مثلا در یک جا گرانیده شوند، اصلا یکی به خاطر دیگری از عذاب قبر رو نمیچشد. اگرچه در دنیا مثلا 2 نفر در یک جا زندگی کنیم، عذاب آمد بالای 2 نفر می آید، عالم قبر این گونه نیست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث در صحیح مسلم است خطا نکنم، من لولا ان لا تدفنوا، یعنی شما تماما به یک ترس سخت و میخورده، تماما خودتان را اگر گم نمی کردید، من دعا میکردم که شما صدای عذاب قبر را بشنوید. یعنی اگر انسان ها آنچه که در قبر میگذرد بشنوند با گوش سر، دیگر هیچ میل به زندگی نمی کنند،
دیگر هیچ میل به خوردن و همسر و خانه های زیبا نمی کنند از دهشت اون عذابی که می شنوند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر همین میگویند من نمیخواهم یا دعا نمیکنم که شما آن را بشنوید. در حدیث دیگر چی میگویند؟ اون چیزی که من میدانم اگر شما میدانستید لضحکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا، شما خیلی کم خنده میکردید و خیلی زیاد گریه میکردید. اگر میدانستید که پس از این حیات چه ها شما را انتظار است و نه همان گونه که شما آسان میدانید آسان است. در مسئله دیگر خواهران عزیز، عذاب قبر برای کافران یا برای مشرکین همیشگی هست. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. درس گذشته گفته بودیم که الله چی میگوید؟ شب و روز برای آنها آتش می افروزد، در سوزش هستند و روز قیامت از این هم به بدترش داخل می شوند. اما آنهایی که مؤمن هستند، مؤمنان گناهگار، عذاب قبرشان دائمی نیست انشاءالله. مقدار به عذاب قبر گرفتار می شوند و بعد از این پس چه خیلی پیشتر گفتیم برای آنها عذاب قبر آسان تر می شود. اما در باره روح، یعنی خیلی سبحان الله، یک نفرمون اگر تو نمیرد ما اینقدر در باره عالم ارواح فکر نمی کنیم. وقتی یک نفری که خیلی به ما نزدیک است، پدر است، مادر است، خواهر است، برادر است، دوست نزدیک است، آن از نزدمان رفت، سپس ما به فکر کردن شروع میکنیم که حال او چگونه باشد، حال او چگونه باشد و در چه حالت باشد. یعنی درباره قبر خیلی گفتم فکر کردن و آماده شدن برای قبر خیلی کم دیده می شود. برای همین سختی دل در ما زیاد است، بیرحمی زیاد است، امیدهای طولانی، آرزوهای طولانی برای دنیا، نقشه های طولانی زیاد است که هرچی انسان برای دنیا آرزوهایش دراز شد، هرچی او سنگ دلتر می شود، بیرحمتر می شود، دیگران را فکر نمی کند. و روح پس از مرگ کجا می رود و چی کار می کند؟ روح انسان کجا می رود و چی کار می کند؟ خواهرانی که میگویند صدای من باشد هیچ مشکل ندارد در درس، چون دارد درس ثبت می شود خواهرها و انشالله در یوتیوب هم میگذاریم. اگر یگان نفر خواست به همین سوال جواب بدهد، اگر تا مقدار میداند، یعنی حالت روح، آنهایی که یا الان از دنیا رفتن در چه حالتند، در کجایند آنها، روح آنها در کجا هست؟ کسی جواب داده میتواند؟ در بارش معلومات دارد از بینتان؟ اگر دست برداشتید من میکروفون رو باز میکنم. اگر گفتید شک داریم بعد از درس انشالله. خواهر آسیا حاضر یک دقیقه. خواهر آسیا میکروفونتون رو باز کرده، کنی جواب بدهید. درباره در آسمان میگوید ها مکرمه خواهر شما. السلام علیکم. علیکم سلام. روح آدمی گناهکار صدای شما علاج شنیدن نیست. قبل تا روز قیامت عذاب میکشیده است. آدمی صالحه و صالح، آدمی صالح تا روز قیامت در تمام فهمیدم. فقط میکروفونتون مشکل دارد. فقط مشکلی در میکروفونتون است. حاضر خواهران یک دقیقه. تمام. بقیه رو بعد از درس میپرسم. نگاه کنید. خواهره گفتن که یکی در باغ‌های جنت می شود، یکی گفتن در آسمان می شود. درباره مسئله روح عیناً همین گونه چند قول است. قول هست که روح‌ها تا روز قیامت جایشان، آنهایی که اهل جنت هستند در دروازه جنت می ایستند، آنهایی که اهل دوزخ هستند در دروازه دوزخ می ایستند. بعضیا در داخل جنت می شود روح‌ها اما به شکل پرنده، بعضیا در داخل دوزخ می شود اما با بدن و با روح نیست میگویند. بعضیا هستند که میگویند نه، در قبر خودشان می ایستند.
بعضی دیگر میگویند که به هر جای میروند در همه جا میگردند. گروه هم هستند که میگویند روح ها در آسمان هفتم هستند، یعنی همین گونه قول زیاد است. اما وقتی به احادیث پیامبر، به احادیث های پیامبر نگاه میکنیم، حدیث هایی که در بخاری مسلم است، پیامبر صلی الله علیه و سلم شب معراج بعضی روح ها را دیده بودند. آره، روح های پیامبران را در آسمان یکم و دوم و سوم و چهارم تا هفتم با حضرت ابراهیم و با حضرت موسی و عیسی و یوسف و با ادریس و در چهارم با حضرت آدم و با اینها و خورده بودند. یعنی با پیامبران در آسمان ها و خورده بودند. باز هم پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره شهدا میگویند ارواح شهدا در داخل پرنده های سبز است که حدیث در مسند امام احمد است و آنها روزانه در جنت دور میزنند و بعداً می آیند به قفس‌هایشان که زیر سایه عرش پروردگار است. یا در حدیث دیگر که در مسند امام احمد است میگن پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن خود روحی مؤمنان تبدیل می شود به پرنده و در داخل جنت پرواز کرده میگردد. در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند مثلا بعضی روح ها در قبرش میماند که وقتی از پیش او میروی صدای پای تو را میشنود یا وقتی سلام دادی به سلامت جواب میدهد. پس خواهران عزیز، یا مثلا در شب معراج میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم گروهی را میبینند، یعنی روحی بعضی از انسان‌های را میبینند که داشتن در دریای خون شنا میکردند، آنهایی که حرام میخوردند. یا گروهی را میبینند که زبانهای خود را با قیچی های آتشین میبریدند، آنهایی که در غیبت و در عیبجویی در دنیا مشغول بودند. یا گروهی بودند که گوشت حرام میخوردند، آنهایی که به زنا مشغول بودند. همین گونه خواهران عزیز وقتی تمام این حدیث ها را جمع میکنیم، پس یک خلاصه خیلی خوب را ابن ابلیس در همین کتاب آوردگی‌اند که میگویند بدانید که احوال روح انسان ها در عالم برزخ تماما گوناگون است، متفاوت است، یک خیل نیست. چگونه که حیات شما انسان ها در دنیا گوناگون است، آره، یکی در راحت است، یکی در مشکلی های زیاد، یکی در راحت از حد زیاد، یکی عموما همه، یعنی هر گونه زندگی دارد، همه زندگیش یک خیل نیست، همه در یک جا برابر نیست. عیناً همین گونه عالم روح هم که از این دنیا به کرات و میلیاردها برابر وسیع هست و چه خیلی که کودک در شکم مادر گمان میکند که دنیا همین است، وقتی به دنیا آمد اندازه داخل شکم رو ببینید و دنیا رو وسیعیش رو ببینید، عیناً همین گونه آن عالم هم خیلی وسیع هست. چه است؟ یعنی حالت روح ها گوناگون است، روح ها حالتشان گوناگون است. یعنی بعضی ها هستند که الکی روح آنها در جنت دور میزند، بعضی ها هستند که در آسمان هفتم هستند یا در آسمان ها هستند، بعضی دیگری هستند که به آنها اجازه نمی شود که از داخل قبر به جای بجنبد، در همین زمین میماند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم نام صحابه در خاطرم نیست، میگویند که او را من در خواب دیدم، یا که آن دوست شما در نزد دروازه جنت است و برای به جنت داخل شدن قرضش اجازه نمیدهد. پس خواهران عزیز، حالت روح ها به عملی صاحبش نگاه کرده در عالم برزخ گوناگون است. مثلا کودکان را پیامبر صلی الله علیه و سلم در اطراف حضرت ابراهیم دیده بودند در آسمان هفتم که آنها که بود کودکانی که به بلاغت نرسیده مرده بودند، کودکان مؤمنین. پس همه را برابر در یک جا گفته نمی شود. برای همین در حدیث گذشته، در درس گذشته گفته بودیم که آنهایی که برایشان در از دروازه های جنت در قبر گشاده می شود دعا میکنند که پروردگارا زودتر روز قیامت فرا رسد و من به اهلم و به مالم برگردم. پس حیات مؤمنان را یا حیات
عالم برزخ رو خواهران عزیز این گونه باید تصور کنیم که آنجا هم مثل زندگی که در دنیا داریم حیات گوناگون است و ایده هستند چه خیلی گفتیم از نزد قبر خود یا از داخل قبر خود هم روحشان هیچ جای نمیره و در آنجا زندانی هستند. ایده هستند که روح آنها مثل شهدا در جنت دارد استراحت میکند و الله درباره آنها میگوید که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. هرگز گمان نکنید که آنهایی که در راه الله جان دادن که پروردگار در راه خودش برای خودش جان دادن را نصیب گرداند، هرگز گمان نکنید که آنهایی که در راه الله جان خود را دادن آنها مردند. نه، آنها زنده هستند، در نزد پروردگارشان دارند رزق میخورند و یعنی که ارواح شهدا یک باره در چی هست؟ در داخل جنت های پر از نعمت پروردگار است. و بعضی مؤمنان هم هستند که با درجه یا گفتیم اینقدر با عمل های صالح خود درجه آنها بالا هست که الکی آنها روح آنها مثل به پرنده تبدیل می شود و در داخل جنت می گردد و برای آن که حیات روح یا آن عالم برای ما راحت باشد حتما باید برای این چی کرد؟ عمل کرد. اما نگاه کنید خیلی عجیب است، باز هم این رو چی میگویم؟ دوری از علم میگویم، جهالت باشد میگویم. حدیث ها درباره این که در بخاری هم هست وقتی به جای پدر و مادرم به جای مادرم حج کنم و از دنیا رفته است میگویم پیامبر اجازه میدهند، یا بعد از به قبر ماندن مرده پیامبر میگویند برای برادرتان دعا کنید الان او دارد سوال و جواب می شود. یا درباره کسی که میگوید آیا من برده یا گفتیم خادمه مادرم را آزاد کنم ثوابش میرسد؟ پیامبر میگن ثوابش میرسد و خودی پیامبر به قبرستان بقیع میرفتن اون هم شبانه و دعا میکردن که پروردگار اینها را رحمت و مغفرت کن. عزیزان روحی که چه از خش و تبارمون باشد چه حتی از استازمون باشد، هر کی هم باشد وقتی او از دنیا رفت دیگر او نیاز به دعای من و شما دارد. اگرچه نکوکار باشد هم در حقش دعا کردن برای او، مثلا دعای خیر کردن یا در نزد جمهور علما حتی چون که اکثری علما به این اجازه میدهند یگان کار خیر مانند صدقه، روزه یا چیز قرآن خواندن، بخشیدن به آنها فایده میدهد، همچون هدیه می رود درجه آنها بالا می شود. علل خصوص دعای فرزند برای پدر و مادر. مویان اینها رو میگذاریم، فکرمون این است که یعنی حتی فکر نه، در بعضی عقیده هم هست که ارواح انسان های صالح می آید و کمک میکند، ارواح می آید و کمک میکند. ارواح مادرم یا ارواح پدرم گویان گم میزنند. مسئله ارواح به ما عالم غیب است، ما نمیدونیم که آن روح الان در کدام حالت است، آیا در باغ از باغ‌های جنت است یا عمل‌های او را در داخل قبرش گرفتاری عذاب کرده است یا اینکه او در چه حالت است ما نمیدونیم، هیچ چیز درباره او نمیدونیم. اما این گونه هم هست که ارواح کمکت کند، ارواح مدد کند. بعضی حتی میگویند ارواح شاهپرک میشود، آره پروانه میشود و به خانه ها می آید و اومدن ارواح خاصیتی خوب دارد. یعنی این گپ ها از کجا هست؟ خرافات هایی هست که ما رو به شرک میبرد و مایان رو چیکار میکند؟ به جای اینکه سنت رو انجام دهیم، برای مرده هایمان دعا کنیم، به الله بگوییم که پروردگار تو قادر هستی، با رحمت و مهربانیت او را به درجه علیین بردار، یا گفتیم داخل جنتش کن، عذاب قبرش را آسان کن. بعضی امید هم دارن که ارواح کمک میکند. همین عقیده هست، یعنی به الله قسم همین گونه عقیده در بین مردم هست که ارواح یک نفر صالح کمک میکند. اگر ارواح مرده کمک میکرد این ارواح پیامبر بود که کمک میکرد. صحابه ها از ارواح پیامبر کمک میپرسیدن که همه میدونیم که صحابه ها در یگان جا آمدگی نیست که نه پیامبر وصیت کرده باشن که پس از مرگ من از ارواح من کمک پرسید، یا که صحابه ها اینگونه دعا کرده باشن که ارواح پیامبر با ما بود یا که ارواح پیامبر به تو کمک کند. یعنی
ارواح مادرم، ارواح پدرم، یا به ارواح قسم خوردن است. همین خیلی نیست؟ قسم به ارواح مادرم، ارواح مادرم مرا بزند. ارواح کسی رو زده نمیتواند. ارواح کسی رو زده نمیتواند. از دست ارواح دیگر هیچ چیز نمی آید. او دیگر عمرش را تمام کرد، از دنیا رفت. الله برایش عالم برزخ را آسان کند که نباشد هم یگانه شهدایی که در راه الله جان دادن، یا پیامبران، یا نفرانی که ما دیگر امید خیلی داریم که پروردگار انشالله این انسان صالح بود، امید داریم که اینها در راحتن. اما سبحان الله، پیامبر با پیامبری میگفتن من پیامبر هستم و اصلا برای خود یعنی 100% من اهل جنت هستم، یا اینکه من الکی آدم جنت هستم نمیگویم. پیامبر به خود این رو حتی نمیگفتن، اگرچه در قرآن برای پیامبر بشارت است و در چی این چی 100% بود. یعنی مویان الکی گویا که اون ارواح جایش تینج است، همه کارش تخت و بجا هست، ارواح او میزند. یا بعضی نفرانی هستند که گویا که الکی برای آنها الله وحی کرد که تو زندگیت در پس از مرگ 100% در جایش هست، که چی میگویند؟ اگر پس از مردنم این کار رو نکردید من در گور خود راست می استم. یا ارواح من شما را دعای بد میکند. ارواحت برای تو خودت هیچ کار کرده نمیتواند پس از مرگ، کجا رسد برای زنده ها؟ یا خرافات دیگر. یعنی خرافات خواهران عزیز درباره ارواح در ما خیلی زیاد است. درباره ارواح ها خرافات ما و حتی خیلی گفتم داخل شدن به شرک در ما خیلی زیاد است و سببش هم همین بیسوادی ما هست که ما حدیث های یا آیت های یا روایت هایی که درباره ارواح آمد اون رو نمیخونیم و اون دست هم نمیزنیم. مصیبت دیگر دربارش نمیپرسیم هم. کم هستن خواهرانی که درباره ارواح بپرسن. چه خیلی که میگویم درباره خشتمان 1000 سوال است، درباره زن یکم و دویم و سوم و چهارم 1000 سوال است، درباره یک چیزهای بیهوده که من راست استاده نمیدونم طهارت کنم، به لباس طهارت کنم، یک چیزهایی که عموما به دنیای آخرت تو فایده ندارد 1000 سوال است. اما درباره این که من مدتم کم ماند، مثلا من الان 30 ساله هستم، 30 سال دیگر عمر میبینم یا نه، پس از آن چی میشود؟ در این باره ها سوال نیست تقریبا. و خرافات بالای خرافات است، خرافات بالای خرافات. و حتی نفرانی هستند که دیگر باور دارن که ارواح شاخ برگ میشود و به خانه می آید، یا چه خیلی گفتم ارواح فلانی مرا میزند، ارواح فلانی تو را میزند، ارواح او را زده است. کسی را ارواح زده نمیتواند. اگر کسی رو هم اذیت کند یا لعنت کند، این الله لعنت میکند. باید از دعای بدی زنده ها بترسیم. دعای بدی مظلوم میگیرد، دعای بدی پدر و مادر میگیرد. از دعای بدی زنده ها بترسید که دعای اینها میگیرد آنها، اگر شما در حقیقت ظالم باشید. اما ارواح دیگر نه دعایش کار کرده میتواند، نه خودش کار کرده میتواند. این من و شما هستیم که پیامبر به ما چی یاد دادن؟ اللهم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. برای مرده ها و برای زنده ها دعا کنید. این ما هستیم که باید برای آنها دعا کنیم. و پدر مادر گذشته خود درباره او یگان کار میکند میآید. و چیزی دیگر عزیزان، سوالی که درباره خواب دیدن مرده میپرسن. آره من خواب نمیبینم، من خواب دیدم یا نه. خواهران عزیز، خواب که همیشه وحی نیست. این خواب پیامبران بود که وحی بود. شما مرده رو خواب دیدید، این معنایش این نیست که در حقیقت 100% همین گونه است. و مسئله خواب هم مسئله یقینی نیست. آره بعضا می شود که یک بشارت می شود، اما اکثریت وقت از راهی که شیطان من و شما رو می ترساند این از طریق خواب است. در بیداری ترسانیده نتواند، در خوابمون می ترساند که مرده رو به ما در یک حالت وزمی نشان می دهد، در حالتی که او از ما راضی نیست یا غضبناک است یا چیزی دیگر نشان می دهد که ما با این پریشان می شویم. از ما چیزی که هست خیلی گفتم دعا کردن برای مرده هایمان و دعا کردن برای خودمان که سبحان الله پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به قبرستان داخل می شدن یا برای حضرت عایشه چه می گویند؟ دعا کن که غفر الله لکم ولنا، پروردگار هم گناه های شما را ببخشد ای آنهایی که در قبرستان هستید و هم گناه های ما را ببخشد آنهایی که زنده هستید.
یعنی برای خود هم دعا کنیم، برای آنها هم، اما بدانیم که از دست مرده چیزی نمی آید دیگر. برای اون که خیلی گفتم خانه‌ای که از آنجا مرده بیرون شد خیلی از آن میترسن یا یکدیگر رو با ارواح خود میترسونند. پس از مرگم ارواح هم تو رو این میکند آن میکند، یا به ارواح کسی میترسونند که در حالی که از دست ارواح چیزی ساخته نیست و باید از ظلم کردن به زنده ها بترسه. این در مسئله ارواح بود. بعد از این شروع می شود مسئله و نؤمن بالبعث والجزاء الاعمال یوم القیامة والارض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والمیزان. و ما ایمان داریم به روزی که زنده می شویم و به روزی که جزای اعمال خود را می بینیم و به روز قیامت و این چونین روزی که به ما عملهایمان پیشکش می شود و ما حساب کتاب می دهیم، سوال و جواب می کنیم با الله درباره عملهایمان و این چونین همان نامه اعمال خود را می خوانیم، ثواب آن را می گیریم، اجر آن را می گیریم یا جزایش را، و به صراطی که بالای دوزخ است و از آن گذشته داخل جنت می شوید، و به میزان و به همان ترازویی که در آن عملها برکشیده می شوند. که این مسئله هست رابطه دارد به روز قیامت. الله نصیب کرده باشد درس دیگر دوام میدیم. تا همینجا به فکرم کافی است. درس دیگر دوام میدیم. الان باشد می توانیم سوال ها را بگیرم.